خب خانواده تن داریم میریم نمایشگاه گردشگری تبریز. همین اولش با ترافیک شروع شد. این برنی آذربایجان و اما فرش تبریز. یزد و سفال معروفش. چاپ روی پارچه. هنر شهر اصفهان. بنداز تو ششه. نگرد تو چشه. شبیه اینکه فیلم بگیرید از اینجا. اینم هنرهای سنتیه، دوزی سنتیه. یه دقیقه صبر کن. فیروزکوبیه متعلق به شهر زیبای اصفهان یا به قول معروف نصف جهان. فیروزه کوبی یعنی چی؟ فیروزه کوبی یعنی این که ظروف مسا فیروزه نیشابورا خورده فیروزه رو به این طرف این دو دونشه، یعنی این گل دونشه. این الان این گل دونشه، این آماده شده شه، این نیمه کارم فیروزه ها رو دونه دونه کنار هم میچسبونن. اسمش فیروزه کوبیه ولی نمیکوبن، میچسبونن کنار هم با چسب سنگ. بعد وقتی فیروزه ها رو چسبوندن کنار هم اینجوری 24 ساعت میذارن میخشکه. بعد با همون چسبی که زیر کار زدن میزنن رو که این فیروز لابلای این شکاف ها پر بشه. بعد اینجوری میشه، این لابلای شکاف ها چسب سنگ، چسب مشکی. بعد 17 مرحله کار داره، ساب میخوره، پرداخت میشه، رزین میشه تا اینجوری آماده میشه. دست شما در نکنه. اینم یه ماشین که من دقیقا نمیدونم چیه. هنر شهر نصف جهان. میگن پاپیه ماشین. لایه های کاغذ چسب چیز به چی فرض کنید یه قالب چوبیه. حالا اینجور تو ذهنی که یه چوبه، لایه کاغذ میزنن به چوب، چسب چوب، لایه کاغذ تا چند تا 27 لایه. بعد برش میدن، خب برش میدن اینو چوب قالب و اینجا در میاد. این میشه پاپیه، همون کاغذ باطله ها و چسب چوب پاپیه ماشین. یعنی همچین چیزی درست میشه. حسنش چیه؟ این چوبه وقتی بخور زمینی اینجا چسبه، رو چسبش میکنه. ولی این 10 بارم که بخور زمین یه تیکه. خب 2
وزنش نسبت به این یه سوم بعد کار توریستیه. می‌بینی که چقدر دقیق طراح انجام میدن. این آقایون از شهر جهانی سفال لاله جان اومده که ملقب شهر جهانی سفال هست. هر چی علاقه داره هم باشه. اون دکتر خانم باشه. یه جا بیان. خالک بخواد درست کنم برای ببر دیگه. دست شما درد نکنه. سنگ تراشیه که مال خراسان رضویه یا همون به اصطلاح مستعارش همون جایی که مشهور است. عجب جنسیه. تغییر باعث میشه منفذ سنگ به هم بیاره. استفاده کنیم. یک 24 ساله. تمیز بشون. آره. بعد تمیز بشون استفاده کنیم. از گاز هم اگه استفاده کنیم شما تنها یک حرارت هست. آقا شما برای میگردم. سلام، این از چه نوع سنگیه؟ سرپانتین. اسم علمیش سرپانتین و اسم مستعارش سنگ هرکاره است. هرکاره مشهد یعنی در واقع معروف است که دارای دو عنصر مفید هست. منیزیم داره و آهن داره این سنگ. که چون میدونید دیگه هر سنگ رو آتش بذارید چند تیکه میشه. اما این نه، به راحتی رو آتش غذا میتونن طبخ بکنن، آبگوشت، خورش، قیمه. خاطر وجود منیزیمه؟ بله، منیزیم و آهن. هم منیزیم و آهن. به خاطر همون ثبت جهان شده، یعنی مهر اصالت یونسکو گرفته. درود بر شما. شما برم در خدمت حوله‌های دست صورت دستبافت استان گلستان، حوله‌های مسافرتی، استخری، حمومی، سفره‌های غذاخوری. چجوری ساخته میشن اینا؟ جان؟ اینا چجوری تولید میشن؟ از اون دستگاه قدیمی که با کو میندازیم، شونه میزنیم، با پا بلال میزنیم. رجرجش باید با دست پخته میشه. اینا سفره‌های نونن. حوله‌های نمامدن 150.
سره مثلا اینه سلام. سلامت باشید. اسم این کارت چیه؟ موتابی. چی؟ یست. چی؟ موتابی. مو را میتابونه نخ میکنه به پاپتی سیاه چادر. این موی چیه؟ مو بوز باشه. آب جذب نکنه. موی بوزه؟ آب جذب نکنه. آها. ما نخش که سیاه چادر میبافن دیگه آب تو سیاه چادر نمیاد. دست شما در نکنه. موفق باشید. Bye bye.